میدونم این یکی از حرکات بسیار مورد علاقه خانوماست. چند تا نکته در موردش بهتون بگم. اولیش این که وقتی که دارید انجام میدید انتریور تیلت نکنید. آیلین برو انتریور تیلت کن. آها این کارو نکنید. چرا؟ چون که عضلات QL و عضلات پاراسپاینال درگیر میشه و اونا بیشتر کار میکنن و باعث میشه که گودی کمر بگیرید. دومیش اینه که پاتون رو تا آخر صاف نکنید و وزنه زیادی نذارید. چرا؟ چون این به این استراکچرهای پشت زانوتون خیلی فشار میاره و باعث کشیده شدنش میشه. سومیش اینه که وقتی که انجام میدید پاتون رو به سمت پنجه‌تون رو به سمت بیرون بچرخونید. برو پنجه. آفرین، عالی. آها برگرد. برو یه بار دیگه بچه‌ها ببینن. There you go. بفرست بره برای دوستی که دلش مثل باسنش صافه و میخواد انجام